حکومت تاجیکستان با یک قرارش زمین‌های 4 خواجگی دهقانی در ولایت سوغد را به اختیار شرکت خصوصی فراز داد. این شرکت که به داماد رئیس جمهور تعلق دارد، تصمیم گرفته است در 3 ناحیه شمال کشور ترمینال‌های بین‌المللی اتومبیلی بنیاد کند. طبق این قرار حکومت که 3 اوگوست به تصویب رسیده است، 14 گکتار زمین 4 خواجگی دهقانی در 3 ناحیه ولایت سوغد از صاحبانش گرفته شده به داماد رئیس جمهور تقدیم گردیده است. قسمت اساسی این زمین ها آبی بوده، قریب 4 گکتار آن در اسپره باغ درختدار است. حکومت کشور امر داده است 4 گکتار زمین خواجگی های دهقانی صابر و رعنا و فخرالدین نوریدینوف به نفع فراز از صاحبانش ستانیده شود. 353 گکتار این زمین های آبی باغ های درختدار می باشند. شرکت شمس الله صاحبوف نیت دارد با بریدن این درختها در این موضع ترمینال اتومبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی بنیاد کند. گفتنی است داماد رئیس جمهور بیشتر سوزشواری قاچاق خود از قرقیزستان را توسط مرزهای اسفره وارد می سازد. این جنایت صاحبوف باعث زبان کوتاهی حکومت تاجیکستان نزد همتایان قرقیزشان گشته است که پیوسته در بحث‌های مرزی عقب نشینی می‌کنند. با همین قرار حکومت 5 گکتار زمین خواجگی دهقانی به نام سویرقل نشانوف در داخل ناحیه پنجکین نیز به اختیار فراز می‌گذارد، چرا از 165 گکتار این زمین‌ها آبی می‌باشند. شمس الله صاحبوف حق استفاده به آخر از این زمین‌ها را پیدا کرده است. همچنین شرکت داماد رئیس جمهور برای ساختمان ترمینال اتومبیلی فتوح آباد در ناحیه مسچاه 5 گکتار زمین خواجگی دهقانی ابو مسلم را غصب کرده است. طبق قرار حکومت فراز موظف شده است برای جبران ضرر از استفاده کشاورزی گرفته شدن زمین ها 2.1 میلیون سامانی به دولت پرداخت کند. به خواجگی هایی که زمین هایشان گرفته می شود طبق قرار از جای دیگر زمین داده می شود، ولی درباره پرداخت جبران به آنها حرف گفته نشده است. مطابق ماده 24 کودکس زمین جمهوری تاجیکستان ماده 24 آورده شده است که برای احتیاجات های غیر کشاورزی قطعه زمین که برای استحصالات کشاورزی ناموافق یا قطعه زمین پس صفت کشاورزی که ارزش کاداستری آنها از حساب میانه ناحیه پست است با احتیاجات غیر کشاورزی داده می شود. در این حادثه که با فراز ما می بینیم که برای فراز قطعه زمین کشاورزی بلند صفت تقسیم کرده شده است که این غیر با مقابل ماده 24 کودکس منزل می باشد و من فکر می کنم که در هر صورت حکومت تاجیکستان این قانون را رعایت نمی کند و از مردم زمین ها را می گیرد و باید که حکومت مطابق کودکس های زمین مطابق کودکس گراجدنی آن خراجاتی که صاحب ملکان همین زمین کشاورزان در آنجا انشاءات ساختند درخت شناندند جبران ضرری آنها رو برقرار کند، نه اینکه فقط 201 میلیون سامانی با بودجه دولت رود و با این اشخاص نیست با این باغپروران با این کشاورزان مبلغی درختای رویانیده آنها انشاءات ساخته شده آنها داده شود. یک مسئله دیگر را گفتنی هستم که در کودکس زمین وابسته به جدا نمودن قطعه زمین برای احتیاجات های غیر کشاورزی دخورگی موجود است و قانونگذار انیق معین نکرده است که در کدام حالت قطعه زمین باید داده شود. خیلی که من گفتم ماده 24 اجازت میدهد که برای احتیاجات غیر کشاورزی قطعه زمین برای استحصالات کشاورزی ناموافق یا پسیفه داده شود، ولی ماده 29 باشد با حکومت تاجیکستان اجازت میدهد که از تمام نمود زمین ها قطعه زمین برای احتیاجات غیر کشاورزی داده شود. در این صورت خیلی که میبینیم دخورگی است. یک ماده اجازت میدهد که خواجگی های دهقانی زمین های آنها گرفته شده با فراز داده شوند و ماده دوم اجازت نمیدهد. از این لحاظ اگر شهروندانی که حقوق آنها پایمال شده است خواهند که بحث سودی کنند میتوانند که با سود مراجعت کنند تا اینکه دخورگی برطرف کرده شود. شمس الله صاحبوف داماد امام علی الرحمن با غصب اموال و شرکت ها از صاحبکاران مشهور است. تنها در سال 2018 او شرکتی وفا سنتر که به صاحبکاران ترک تعلق داشت و لاتو سپورت که مال صاحبکاران تاجیک بود را غصب کرد.
همچنین داماد رئیس جمهور در این سال تشخیص طبی مکتب بچگان، ختنه کودکان و چند خدمت رسانی دیگر را منپاره خود گردانیده است. خود شرکت فراز هم غصب شده می باشد. این شرکت قبلا به عمرعلی قوتوف صاحب کار و پایه‌گذار گروه 24 تعلق داشت که از طرف شمس‌الله صاحباف غصب گردید. شمس‌الله صاحباف را فرمایشگر قتل عمرعلی قوتوف می دانند که سال 2015 در شهر استانبول ترکیه پرانیده شد.